یاد و نام خدا آرامش بخش قلب هاست. سلام، خیلی خوش آمدید به برنامه‌های مشاوره‌ای آینو، یک مدرسه مجازی با کلی کلاس‌های آفلاین و ویدیوهای آموزشی فوق‌العاده استاندارد با معلم‌های درجه یک که چند برنامه‌ای رو قراره با هم در مورد مهارت‌های موفقیت در تحصیل از طرف این مؤسسه برگزار کنیم. این برنامه‌ها ویژه دانش آموزان پایه 10ام، 11ام و 12ام. پیشنهاد می‌کنم شما والدین هم حتما برنامه‌ها رو تماشا کنید. هدف از این برنامه‌ها موفقیت شما دانش آموزان در امتحانات نهایی برای دانش آموزان 11ام و 12ام و در آزمون سراسریه. یعنی شما با دیدن این برنامه‌ها میتونید یاد بگیرید که چی کار کنید برای اینکه بتونید نمره بهتری بگیرید، رتبه بهتری بگیرید و به هدفتون دست پیدا کنید. برنامه‌مون چند بخش مختلف و جذاب داره با حضور 2 معلم از گروه‌های آزمایشی و رشته‌های مختلف که با اونها در مورد روش مطالعه، اینکه درسشون چه اهمیتی داره، چگونه اون درس رو مطالعه کنید برای اینکه نتیجه بهتری بگیرید، با هم صحبت می‌کنیم. این دبیرا همون دبیرای درجه یکی هستن که میتونن به شما کمک بکنن برای موفقیت. هر کدوم از معلم‌ها در واقع یک سوالی رو مطرح میکنن که به صورت زیرنویس به شما اعلام میشه. اگر پاسخ اون سوال رو هم در پیام ارسال کنید، این در واقع بررسی میشه و به افرادی که درست پاسخ داده باشن به قید قرعه جوایزی داده خواهد شد. برنامه‌مون رو حتما تا پایان نگاه بکنید، به دوستاتون هم بگید نگاه بکنن. به نظرم یکی از برنامه‌های خاص در زمینه آموزش و مشاوره رو قرار نگاه بکنید که امیدواریم تا پایان سال تحصیلی بتونیم کنار شما باشیم و به شما برای موفقیت کمک کنیم. بریم با هم دیگه یک میان برنامه یا آیتم یا یک قسمت خیلی کوچولو ببینیم با هم دیگه. بخش اولی که با هم نگاه خواهیم کرد، با 2 نفر از معلم ها گفتگو خواهیم کرد. بعد من در یک قاب دیگری با شما در مورد عوامل موفقیت صحبت میکنم. بریم یک برنامه پر انرژی رو با هم دیگه شروع کنیم. بزن بریم. خب در این بخش یک گفتگوی خیلی جذاب و باحال داریم با 2 نفر از معلمای درجه یک، آقای نورانی دبیر درس علوم و فنون و آقای شرافتی دبیر درس ریاضی تجربی. آقا هر دو خیلی خوش اومدین. از کی شروع کنیم؟ شما چند سالتونه؟ من 50 و خورده‌ای. 50 خورده 9 یا 1؟ 59 یا 51؟ 50 نمیدونم. بگی شما چند سالتونه؟ 54. نزدیک 45. 45. پس شما باید شروع کنید. آقا هر جور دوست دارید اصالتتون هم معرفی کنید، بگید. من خودم متولد تهران هستم ولی پدرم متولد طالقانه. طالقانی حرف بزنید. بلد نیستم. نمیشه که. طالقانی میگه بشور رو میگه بوشور. یک کمی نزدیک به مازندرانیه. یک کوچولو. بسیار ولی بلد نیستم. ماشینتون چیه؟ کدومش؟ ما هر کدوم دارین دیگه. فعلا این سراتو دارم. به. خونتون کجاست؟ همین کوچه 2 تا خونه اونورتر. یعنی اینجا ساعت همین کوچه است. آره بگید. بعد اون چند متره؟ آقا بگید. میخوای یارانه ما رو حد کنی؟ چند متر؟ 100 و تقریبا 50 متر. آقای نورانی بفرمایید. شما چی باید بگم الان؟ اصالتتون کجاییه؟ من که هم پدر مادرم جفتشون تهران دنیا اومدن، ولی اصالت از طرف مادر مازندرانی، پدر یه رگ دسفولی یه رگ گیلانی. خب پس یه مازنی جمله طولانی بگید، بوشور نگید. بلد نیست. مازنی مثلا میگن تهال خاره مثلا. چی؟ تهال خاره یعنی حالت خوبه. یه جمله طولانی تر.
الان ما تو موقع چون خیلی وقتی مادر بزرگم فوت کرد دیگه با هیچ کس مازندرانی نقی معمولی بود. آره صحبت نکردم، ولی خب حالا همین فکر کنم تا آخره مثلا همین کافیه. آره. باش. ماشینتون چیه؟ مازدا تیری نیو. همتون وضعیتون خوبه. خونتون کجاست؟ منزل؟ سوروردی. چند متره؟ 130 متر. 130 متر. البته باید خونه هم کدومشون اینجوری بگم. یک کلاس بذار کدومش. ایشون کلاس گذاشت. با کدوم ماشین؟ آره من یادم خونه کدومش. آره. آقا روش مطالعه درس ریاضی تجربی دانش آموز بعد از این قسمت، بعد از این بخش توضیح شما، ریاضی تجربی رو یه جور دیگه بره بخونه، یاد بگیره. کلمه مطالعه در حس بدی میاد بچه‌ها، یعنی فکر می‌کنم باید اینجوری بخونه. آفرین. دقیقاً. حل کرد. آفرین. حل کردن. ولی خب من پیشنهادش می‌دونم یه پیش مطالعه هم داشته باشن. حالا ماشاءالله اینقدر DVD و ویدیوهای مختلف وجود داره و شرکت‌های مختلف، مؤسسات مختلف کلاس‌های آنلاین و آفلاین دارن، بتونن اون موضوعی که دبیر کلاس حضوریشون میخواد تدریس بکنه یه نگاه اولیه با ضرب در 2 ضرب در 1 کنی بندازن، آمادگی ذهنی پیدا کنن و سر کلاس خوب گوش بدن و با معلم حل کنن. اگه دارن از دیویدیوهای آموزشی استفاده میکنن نگاه نکنن، سر حل مسئله استوپی بزنن خودشون حل کنن بعد نگاه کنن. یه ریاضی واقعا وابسته به حل کردنه فقط. بسیار عالی. آقای روش مطالعه فارسی علوم فنون. ببین علوم فنون چون تو 3 بخش خلاصه میشه، یه دونه تاریخ ادبیات، اون با خوندن زیاد، حل کردن سوال، دوباره خوندن. بخش آرایه‌های ادبی چون بخش تفهیمی، اول باید مفاهیم و بچه‌ها همه ضعیف‌ترین دانش آموزا هم تعریف تشبیه بلدن، تعریف استعاره رو بلدن، ولی در یک سطح متوسط هم نمیتونن پیدا بکنن. باید اول سوال‌های جوابدار رو بخونن، یعنی اینکه یعنی سوالیه که زیرش هم جواب اینه و همونا رو چند بار تمرین کنم، بعد هی یواش یواش پیشرفت کنم، برن سراغ بیت‌هایی که جواب نداره و حل کردن. و اگر کسی در این مرحله اول هم که یعنی تعریف‌ها رو بلد نیست، خب باید اول تعریف‌ها رو یاد بگیره. در بخش عروض و قافیه یا وزن شعر تمرین زیاد میخواد و ابداً هم من خیلی کلاس‌ها می‌بینم که معلم‌ها به بچه‌ها چون خیلی حالت جذاب بامزه است وزن و ریتم کار میکنن و اینا، عروض سماعی اسمش شده. عروض سماعی تقریبا توی کنکور نهایتاً بتونن 2 تا گزینه رو رد کنن، یعنی جوابی باهاش نمیتونن بدن، چون در واقع اختیارات شعری رو باید بلد باشن، باید کار بکنن، تمرین بکنن و تمرین زیاد میخواد، یعنی دستی باید زیاد بنویسن، مرتب منظم. بسیار عالی، خیلی ممنون. آقا نمره زیر 10 داشتید یا نه اخراج شدید یا نه تقلب کردید یا نه؟ بله. هیچ کدوم؟ ته پاستوریزر. آره. نه نمره زیر 10 داشتی، نه اخراج شدی، نه تقلب کردی. چیکار کردی؟ من دانشگاه نمره زیر 16 نداشتم. نه بابا. مگه داریم مثلا؟ آقا شما چی؟ خود دلت بخواد. کدوم؟ من اصلا از اخراج هیچ وقت نشدم، ولی نمره زیر 10 فکر کنم راهنمایی به بعد می آوردیم دیگه. ما خودمون علوم انسانی خوندیم. تقلب چی؟ اصلا من یکی از غم انگیزترین خاطرات تقلبم دوره دکتریمون بود، خیلی سخت بود. حالا هر کس دکترا خونده میدونه. ما یه دیوار پر کردیم نوشتن، چون سالن امتحانات دکترا جدا بود، اصلا کسی نمی‌دونه. بعد یه روزی نمیدونم دانشگاه چی شد، گفتن آقا ارشدا و لیسانسا بیان اینجا، دکترا برن اونور امتحان. ما گفتیم دیوار رو می‌خواستیم با خودمون ببریم. کاملا خلاص. شما معلم نمی‌شدین فکر کن چیکار می‌شدین؟ من خیلی به آشپزی علاقه دارم. آشپز می‌شدین؟ آره. شف می‌شدین. الان چرا نمی‌شین؟ موقعیتش پیش نیومده. الان تو خونه برای بچه‌ها و برای خانم آشپزی می‌کنم، نمره 20 می‌گیرم برای مهمونا. شما درآمدتون کم شده، عمومی حذف شده؟ نسبت یه مقداری تاثیرگذار بود دیگه. با چی جبران کردین؟ معلم نمی‌شدین چیکار می‌شدین؟ من فکر میکنم که هر کاری میشدم تو اون کارم خوب میشدم، به خودم این اطمینان رو دارم، ولی فکر کنم شاید مهندس میشه، چون خیلی به کارهای فنی الکترونیکی. مهندس چی؟ بیشتر الکترونیک علاقه‌مندم، کامپیوتر، الکترونیک، به شدت این چیزا رو زیاد سر در میارم، ولی عشق همیشگی موسیقی بوده و آهنگسازی و نوازندگی. الان انجام میدین؟ موسیقی کار میکنم، ولی خب دیگه حرفه اصلی. آواز چی؟ نه نمیخونی؟ برای دل خودم میخونم، ترجیح میدم برای کسی نخونم. حالا شاید ما الان یه بیت دادیم گفتیم. نه اگه سازم بود با ساز، با پیانو بهم بدین، با پیانو براتون میخونم. شما ازدواج کردید دیگه؟ بله. فرزندم دارین؟ 3 عدد. به به، خدا حفظش کنه. عاشق همسرتون شدین؟ بله. یعنی به شدت هنوزم هستن. نه این عشق باعث شد ازدواج کنید. بله. شما همینطور؟ بله. یعنی یه ذره تعریف کنید. خب
تعریف ببینید ما از زمان بچگی پدرمون همکار بودن تو بانک دیگه. از همون موقع یه 5 سال هم اختلاف داشتیم، همبازی بودیم و دیگه از همون موقع عاشق شدیم، شوخی جدی شدیم. آره. شما چی؟ ما تو دوره دانشجویی دیگه این میتونه خودش انگیزه‌ای باشه برای بچه‌ها که بعد اینو باید بزنیم که عشق بود، یعنی باعث شد که بله بسیار. آقا شما بگید که لطفاً در کنکور و تو امتحان نهایی چند تا سوال میاد از درس شما؟ کدوم فصلا، کدوم بخشا مهمتره، کدوم بخشا رو بچه‌ها بیشتر اگه دانش آموزی متوسطه نمیتونه همه رو بخونی کدوم قسمت‌ها رو بخونی؟ از اینکه چند تا سوال میاد به اینکه کدوم بخشا مهمتره. یه سری مبحث تو ریاضی تجربی جزیره‌ایه مثل نه ولی چند تا سوال میاد امتحان نهایی کنکور؟ 30 تا سوال میاد. امتحان نهایی هم که 20 نمره است. فکر کنم 16 یا 17 تا سوال. خب امتحان نهایی که اصلا تکلیفش معلومه، دقیقاً تو چارچوب کتابه. این که آدم میگن نهایی سخت شده شامل درس ریاضی نمیشه. بله. چه ریاضی تجربی چه حسابان چه ریاضی که کلا توی راستا هستن، همچنان چارچوب کتاب رعایت میشه. یعنی بچه‌ها تمرینای کتاب، مثالا و کار در کلاس‌های کتابو کار کنن نمره عالی میگیرن. بالای 18 رو قطعی میگیرن. ممکنه یه سوال یکم نکته دار باشه. برای تست کنکور دانش آموز رشته تجربی اگر 30% بزنه به نظر من خوبه. یعنی میاد تو 2000 نفر اول، 40 بزنه زیر 1000، 50 بزنه تو 200 است و یعنی نصف سوالا رو پاسخ بده. 30 تا تست تو کنکور میاد، اگر 30% سوالا که میشه 9 تا سوال جواب بده این بارشو بسته برای بهترین رشته‌های حالا شهرستان. برای تهران بعد درصد رو به 40. چه سرفصلایی مهمتره؟ تابع خیلی سوال میاد، تقریبا میانگین 4 تا میاد، مثلثات 4 تا میاد، حد و پیوستگی 3 تا 4 تا میاد. مشتق نه، یه مقداری توی نظام جدید کم رنگ شده، در نظام قدیم بیشتر تاکید بود. مشتق 2 یا 3 تا میاد. اینا مبحث‌های پرسوال. از اون طرف هندسه که یه هندسه 11 بله. 2 تا میاد، هندسه تحلیلی مود 11 یه دونه، هندسه 12 یه دونه، یعنی جمع هندسه هم 4 تا سوال میاد. این سرفصل قسمت‌های پرسوال هست که خب یه مقداری باید روی تمام مباحث ریاضی اشراف داشته باشه. یعنی کسی میخواد تابع رو جواب بده باید معادلات بلد باشه، تعیین علامت بلد باشه، مخرج مشترک‌گیری، محاسبات جبری، تمام اینا رو باید کامل تسلط داشته باشه. ولی اگر بخواد در حد 5-6 تا دونه سوال بزنه که یه اون 20% رو بگیره، مثلا آمار جزء مبحثایی که میشه راحت پاسخ داد، روش انرژی بذاره، لوگاریتم میشه پاسخ داد، 1 یا 2 تا سوال میاد. اینا مبحثای جزیره‌ای هستن که به مبحث دیگه ارتباطی ندارن و میتونه تو اینا در واقع درصدش رو بگیره. حالا 1-2 تا تابع بزنه، یه دونه مثلثات بزنه، اینا میتونه سرفصلای خوبی باشه که نتیجه قابل قبوله. خیلی ممنون آقای نورانی. کنکور که نداریم، چرا دیگه علوم فنون داریم؟ تو ادبیات. خب کنکور علوم و فنون چند تا سوال نهایی؟ چند تا سوال نهایی توی حالا هم فارسی هم فنون، چون عدد دقیقی نداره معمولا، ولی حدوداً بین 35-6 تا مثلا 42 تا بعضی موقع بازی بوده با سوال‌ها. در کنکورش خب اگر دانش آموز به طبقه بندی دیگه، یعنی دانش آموز ضعیف که واقعا ابزاری نداره، کاری هم نداره، ناچاره که فقط رو تاریخ ادبیات سرمایه‌گذاری بکنه توی کنکور و اونو بخونه و عروض، یعنی اون وزن شعر و اون مشخصات، بعضی سوالای ساده داره اونا رو کار بکنه. قافیه 2 تا سوال تو کنکور حتما میاد ازش، 2 تا مستقیم، یه دونم در واقع لابلای سوالهای که در واقع چند تا مبحث رو از یه بیت میپرسن و یه گزینش هم قافیه است. قافیه بحث ساده ایه، اگر یه کوچولو با یه جزوه برن و چند تا سوال حل کنن شاید بتونن از پسش بر بیان. یعنی میانگین از 7-8 تا سوال تاریخ ادبیات ما انتظار داریم دانش آموز خوب بخونه، حداقل اگر باز وقت نداره، من نمیدونم این فیلمو چه بازی از زمان نزدیک به امتحاناشون، حداقل میتونه مثلا کتاب به کتاب بخونه، چون سوال‌ها بعضیاشون مربوط فقط مثلا 2 تا سوال کتاب 10، 2 تا 11، 2 تا 12 و 1 یا 2 سوال ترکیبی هم میدن که از هر سپایه باشه. یک کتاب رو ترجیح من باز 12، چون امتحان نهایی هم دارن. نارنگی میخورید اونجا؟ کتاب 12 باشه ندن نارنگی میخورن وسط حرف ما. خب بوش میاد تو کلاس هم مجبور میاد. هست دیگه دارید بازم؟ یه دونه بود تموم شد. نامردی باشه والله بخدا. آره ترجیح این که باز کتاب با 12 شروع کنن، چون امتحان نهاییش هم دارن، بتونن هم نهایی و
کاور کنن، پوشش بدن، هم روی به اصطلاح کنکورشون. باز توی بخش تستنی تستای عروض وقتگیره ولی ساده تره. تستای آرایه این چیزی که مثلا 404 بود واقعا سنگین گرفتن و سخت میشد تشخیص بده برای دانش آموز، کار سختی بود و همین خاطر آمار خوبی هم نداره. در مورد امتحان نهایی هم که دیگه باز اولویت در امتحان نهایی عروض به نظر من، یعنی در واقع علوم فنون راحت تره، میشه به راحتی یه نمره حداقل تو برگه بدون التماس رو تا 14-15 دانش آموز متوسط خودش بگیره. حالا یه خورده حرفه‌ای‌تر میخواد کار بکنه دیگه باید زحمت بکشه. خیلی ممنون. آقا موبایلتون رو در بیارین لطفاً. موبایل در بیارید. حالا نخواستم بگیرم که موبایلتون در بیارین. اونجاست؟ آره بیارید. وسط این گفتگوی جذاب و فوق‌العاده اومدم اینجا یکم در مورد روش‌های صحیح مطالعه و برنامه‌ریزی با هم صحبت کنیم. برمیگردیم بعد بخش دوم گفتگو رو می‌بینیم که خیلی هم جذاب و فوق‌العاده است. بخش دومش هم نکات خیلی قشنگتر و بهتری داره، هم خیلی به موفقیت شما کمک می‌کنه. بچه‌ها فول LCD رو بریم از اصل اول لطفاً. اصل اول اصل برنامه‌ریزی درسی، چون امروز میخوام در این برنامه در مورد برنامه‌ریزی درسی با هم دیگه صحبت کنیم، اینه. میگه درس هر روز همان روز. من اسمشو میذارم آرزوی دیرینه شما از ابتدای دوره تحصیل و از ابتدای دوره درس خواندن. میگم شماها دوست دارید درس هر روز و همون روز بخونید و بدونید اگر نمیتونید این کار رو انجام بدید یک اثر منفی بر کارتون، خیلی اثر منفی بزرگیه. چون شما زمانی که مطلبی رو مطالعه میکنید میزان یادآوری کمی پس از پایان یادگیری به اوج میرسه، یعنی مثلا یه ساعت بعد درس رو خیلی بهتر به یاد میارید، یعنی همون جایی که باید درس همان روز رو بخونید بعد به سرعت این رو به کاهش میذاره یادآوریه، یعنی فراموش میکنید و این نقطه طلاییه. نقطه‌ایه که شما مرسی بچه‌ها خیلیاتون میگید که من وقتی درس هر روز و همان روز میخونم سرعت مطالعه‌ام میره بالا و درس خواندنم زودتر تموم میشه. خیلی جالبه. میگید وقتی من درس همان روزو میخونم مطلب دبیر همزمان با مطالعه تداعی میشه، چون همزمان با مطالعه تداعی میشه سرعت مطالعه شما افزایش پیدا میکنه و شما فرصت به تکرار میکنید. بریم رو صفحه اصلی. فرصت به تکرار میکنید، یعنی بعد این باعث تسلط میشه. یادتونه در یکی از برنامه‌های قبلی گفتم که اون چیزی که باعث میشه شما بتونید به تسلط دلخواهتون دست پیدا بکنید همینه که بتونید تمرین زیاد حل کنید، بتونید تکرار بکنید و برای اینکه بتونید این کار رو انجام بدید باید یه فرصتی برای در واقع این تکرار داشته باشین. اگر درس هر روز و همان روز بخونید سرعت مطالعه‌تون میره بالا، سرعت مطالعه چون مطلب دبیر همزمان با در واقع مطالعه افزایش پیدا میکنه و وقتی این اتفاق میفته شما میتونید اون چیزی که لازمه برای موفقیتتون، یعنی تکرار رو به برنامه مطالعاتیتون اضافه کنید. مطلب تثبیت میشه، یعنی دیگه شما بعداً نیاز به مرورهای متوالی ندارید، عمق مطالعه‌تون افزایش پیدا میکنه. حالا شما مرسی. حالا شما میگید آقا من الان وسط سالم درس هر روزم همان روز نیستم، الان چی کار کنم؟ میگم باید یه فرسی بذاری 2 روز پشت سر هم تمام درسای هفته بعد تو بخونی، وقتی همه درسای تکلیفاشو انجام بدی، شنبه که از مدرسه برگشتی خونه دیگه پاکی میگه من کاری برای یک شنبه دیگه ندارم و دیگه میتونم درس هر روزم رو همون روز بخونم. این یک اتفاق عالی و ایدئال ایجاد میکنه و کم کم هم شب امتحانی خوندن رو بذاریم کنار. یعنی این که
مرور شب امتحانی از اون کارهای از پایه و بیس غلطه. چرا غلطه؟ چون شما همه تلاشاتون میخواد منجر به این بشه که در آزمون سراسری شرکت کنید دیگه. خب شب قبل از آزمون سراسری امکان به یاد آوردن مطالب شب قبل مرورش نیست. یعنی شما شب قبل کنکور نمیتونید بشینید همه درس‌ها رو مرور کنید، وقت نمیشه، جا نمیشه اصلا. ولی ذهنتون عادت کرده که این کار رو انجام بده. حالا یه طرف ذهن میگه بیا این کار رو انجام بده، یه طرف ذهن میگه جا نمیشه، منطق میگه جا نمیشه، احساس میگه من میخوام برم مرور کنم. اینجا میشه تعارض. بعد میگه من شب قبل از کنکور چرا خوابم نبرد. اتفاقی که برای خیلی از داوطلبا در سالهای گذشته افتاده. من اجازه ندادم برای دانش آموزای من این اتفاق بیفته. چرا؟ به خاطر اینکه جلوگیری کردم از این شب امتحانی خواندنه. نکته مهمتر اینه که اگر شما شب قبل از امتحان درس بخونید نتیجهتون کاذب میشه. وقتی نتیجه کاذب میشه نمیتونی بفهمید چه بخشی از مطلب وارد حافظه بلند مدت شده یا نشده. امشب خوندی فردا به یاد آوردی دیگه. نمیفهمی کدومش رفت تو حافظه بلند مدت، کدوم نرفت در حافظه بلند مدت. ضمن اینکه ذهن عادت میکنه فقط مطالب شب امتحان رو به حافظه میسپره. یعنی شما بهش اینطوری دستور دادین، اینطوری یادش دادین که هر وقت لازم شد مطلبی رو جدی بگیری و بخونی من شب قبلش بهت میگم. دیگه درس هر روز همان روز و اینا رو خیلی نمیخواد جدی بگیری و این چقدر بده. یعنی باعث یادگیری ناپایدار میشه. این اصل اول. اصل صفر در واقع. اصل دیگر رو در برنامه‌های قبلی گفتم، خیلی سریع ازش رد میشم که شما اگر دانش آموز پایه 12 هستید باید 10 تا 12 ساعت در روزهای تعطیل، 5 تا 6 ساعت در روزهای مدرسه درس بخونید. اگه دانش آموز 10 11 هستین این میشه مثلا 9 تا 11 ساعت. اینم طبیعتا میشه مثلا 4 ساعت و نیم تا مثلا 5 ساعت. یعنی ساعت مطالعتون در واقع یکم کمتر میشه. این برای کسایی که میخوان رتبه خوبی به دست بیارن. یعنی بعضیاتون هستید که میگید آقا من دلم میخواد در آزمون سراسری حتما رتبه‌ام خوب بشه. میگم خب پس میدونی اعمال ما باید متناسب با اهداف ما باشه. من اگه میخوام مثلا اون گوشه رو بزنم شلیک کنم بعد اینجوری وایسم، نمیتونم اونجا رو بخوام بزنم اینوری وایسم، نمیتونم بخوام یه رتبه خوب در آزمون سراسری بگیرم اما عمل کردم یه چیز دیگه باشه. ضمن اینکه این کار تدریجیه دیگه. یعنی شما باید آروم آروم این کار رو انجام بدید. ببینید عمل به توصیه هایی که من در واقع اینجا دارم بهش اشاره میکنم، این توصیه ها بسیار بچه‌ها، یعنی جدی گرفتن این توصیه ها بسیار کمک میکنه برای اینکه بتونید به هدفتون دست پیدا بکنید. و مثلا این شب امتحانی حذف کردنه، این افزایش ساعت مطالعه، اینا دونه 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 میتونه کوچولو کوچولو بر موفقیت شما تاثیر بذاره. مثلا میگم تدریجی افزایش بدید. اول ببینید مثلا میتونید 30 ساعت مطالعه کنید، بعد اینو آروم آروم افزایش بدید. خب ما در مرکز مشاورای همراهمون این کارو انجام میدهند. اصل دورم در برنامه‌های قبلی بهش اشاره کردم، سریع ازش داریم. اصول برنامه‌ریزی درسی رو به صورت پکیج و جامع بهش اشاره می‌کنیم. اصل دورم بهش اشاره کردم قبلا. چی اصل دو؟ اصل دو میگه آقا مطالبی که در ابتدا و انتها یک بازه زمانی مطالعاتی یاد میگیرید و بعداً بهتر به یاد میارید. یعنی اگه پشت سر هم مثلا 3 ساعت درس بخونید 2 تا 15 دقیقه رو بعداً بهتر به یاد میارید. اما اگه 3 تا 1 ساعت با وقفه بخونید 6 تا 15 دقیقه رو بعداً بهتر به یاد میارید. به همین دلیل میگیم واحدهای زمانی مطالعاتی کوتاه باشه. کتاب میگه 50 دقیقه مطالعه 10 دقیقه استراحت، ما میگیم 75 دقیقه مطالعه 15 دقیقه استراحت. البته اصل پومودورو چی میگه؟ میگه تو اون 75 دقیقه تبدیلش کن به 3 تا 25 دقیقه. تو هر 25 دقیقه مثلا 24 دقیقه درس بخون، 1 دقیقه بلند شو، یه حرکتی بکن، یه آبی بخور، بشین ادامه بده. این هم به شدت در تمرکز شما تاثیر داره. البته که دانش آموزان پایه عرض کنم که 12 با تایپ شخصیتی باید درس بخونن. یعنی دانش آموزایی که عضو مرکز مشاوره مثلا میگیم تایپ 1 50 تا 60 دقیقه، تایپ 2 70 تا 80 دقیقه، تایپ 4 90 تا 100 دقیقه، چون مشاورمون بر اساس تایپ شخصیتیه. ولی 10 11 چون میخواید اصول مطالعه رو یاد بگیرید، بر اساس همین عرض کنم که نکته‌ای که گفتم تلاش کنید که درس بخوانید و بر همین اساس مطالعه و برنامه‌ریزی رو انجام بدید. اصل سوم بنویسید واحد مطالعه جبرانی. واحد مطالعه جبرانی میگه آقا شما برنامه‌ت باید فلکسیبل باشه، یعنی باید در طول هفته 10% زمانت کلاً خالی باشه. اسمشو میذاری جبرانی. اگه نتونستی در هفته بعضی از برنامه رو انجام بدی اونجا جبران میکنی.
اصلا یکی از عوامل اهمال کاری نکردن همینه. شما وقتی برنامه‌ت انعطاف پذیر نیست، یه جای برنامه رو که نمیتونی انجام بدی، اعصابت خورد میشه، کل برنامه رو میزنی زیرش. ولی اگه بگی آقا مثلا من امروز به یه دلیلی نمیتونم برنامه‌مو انجام بدم، نه اینکه نمیتونم درس بخونم، این برنامه رو نمیتونم انجام بدم. مثلا یه دفعه میگن فردا باید یه تکلیفی رو سریع آماده کنید بیارید، من تو برنامه‌ام شیمی نیست، درس همان روزه، یه دونه از اینایی که تو برنامه است رو برمی‌داری میذاری تو واحد جبرانی، به جا شیمی اینجا میخونی، یعنی برنامه انعطاف داره. حالا اگر همه کاراتو انجام دادی قبل از واحد جبرانی، برو یه درس ضعیف تو مطالعه کن، یعنی یه درسی که نسبت به بقیه ضعیف‌تری رو جبران کن. اینم اصل 3. اصل 4 استراحت و تفریح. بچه‌ها میگه شما حتما باید مدیریت انرژی کنی، بنابراین باید در هفته یک نیم روز تفریح کنی. حتی فارغ التحصیلا یک روز در هفته تفریح کنن، مثلا 2/3 روز تفریح کنن. این تفریح عقبگرد نیست، یه دورخیزه برای پرش بلند هفته بعد. یعنی شما باید 1 سال مطالعه کنید، برید براش از قبل برنامه‌ریزی کنید، تفریح مورد علاقتون رو پیدا کنید، استخر و چرخ سواری، بازی گروهی با دوستان، با خانواده بیرون رفتن. گفتم فارغ التحصیلا میتونن یه ذره زمان بیشتری در نظر بگیرن. یادتون باشه اگر به این از توجه نکنید ممکنه مثلا بهمن دچار توقف روحی بشین. میگن طرف بریده، این بریده مال همینه دیگه. مثلا اینکه کله یه آدمی رو بگیری زیر آب، هر مثلا 1 دقیقه تنفسی بدی، میتونه ساعت‌ها این کارو انجام بده. ولی اگه بگیری زیر آب نگهداری، دیگه این طفل هیچ وقت هیچ کاری نمیتونه انجام بده، از دنیا میره. بنابراین نذارید به اون نقطه‌ای برسین که لازم بشه ریکاوری کنید. هر هفته 1 نیم روز تفریح کنید. اصل 5 خوابه. خوابم در یه برنامه‌ای راجبش با هم صحبت کردیم. چند تا نکته بگم راجب خواب. اولا باید حتما 7 تا 8 ساعت بخوابید. چون بیشترین میزان تثبیت اطلاعات در شما شبها صورت میگیره. میگه شبا که ما میخوابیم، احتمالاً تو ذهنتون اون شعر اومد، ولی نه، شبا که ما میخوابیم، بازم اون شعر اومد، اطلاعات میره طبقه بندی میشه، جای درست خودش قرار میگیره. مثل اینکه مثلا در ذهن شما این اتاق، این فضا شبیه اینه، قسمت‌های مختلف مخصوص مهارت‌های مختلفه، بعد شما میندازید اون تو. شب که میشه حفظی ها میره سر جاش، اونایی که مخصوص زبانه میره سر جاش. یعنی در طول شب، پس میخوام بگم خیلی کار مهمیه، یعنی برای شما که در حال یادگیری هستید اتفاقا خیلی کار مهمیه. بنابراین 7 تا 8 ساعت باید بخوابیم. زمان خواب و بیداری باید ثابت باشه، یه زمان معین بخوابیم، یه زمان معین بیدار شیم. علتش اینه که هورمون ملاتونین که ترشح میشه در ما و ترشحش به اوج میرسه قبل از خوابیدن، اگر به موقع در واقع ساعت خواب و بیداریمون منظم نباشین، هورمون بی‌نظم میشه. یه دفعه شما 5 بعد از ظهر خوابت میگیره، یه دفعه یه شبی تا 2 نصف شب خوابت نمیگیره. چرا؟ چون ترشح هورمون ملاتونین بی‌نظم. کی بی‌نظم کرده؟ شما. یه روزای 5 بیدار شدی، روزای 7 بیدار شدی، روزای 9 بیدار شدی، 11 بیدار شدی. پس زمان بیداری ثابت. نکته بعد این که اگه خواستی ظهر بخوابی 75 تا 90 دقیقه اجباری خواب ظهر نه، ولی اگه خواستی بخوابی 75 تا 90 دقیقه. چرا؟ چون بعد از 75 دقیقه 90 دقیقه خواب وارد مرحله رم یا عمیق میشه، فرایند بیداری دشوار میشه. دیدیم بعضیا میگن آقا من ظهر که میخوابم دیگه به خواب زمستانه میرم، بیدار نمیشم دیگه اصلا، چون از 75 90 دقیقه میگذره دیگه، قبلش باید بیدار شیم. و به هیچ عنوانم برای خوابیدن به ذهنتون فشار نیارید. یعنی بعضیا شبا حساب کتاب میکنن، مثلا ساعت چنده 12، ای داد بیداد، من باید مثلا 5 ساعت وقت دارم فقط بخوابم به زور. بعد انگار یکی رو گرفتی اینجوری تکون میدی میگی بخواب دیگه. شما همین چشتون رو ببندید، اصلا 75 دقیقه 90 دقیقه اول در خواب سبکی، چه خواب سبک برید چه خواب سبک نرید، همون میزان انرژی میگیرین. و حتما هم قبل ساعت 11 قرار شد بخوابیم، چون خیلی مهمه. یعنی 11 تا 3 نیم شب بیشترین زمان ترشح هورمون رشده. اصل 6 تنوع مطالعاتیه. میگه در طول روزهای تعطیل 4 تا 6 تا درس، روزهای مدرسه 2 تا 4 تا درس. چرا؟ به خاطر اینکه یادآوری در آزمون سراسری در چند درسه، ما هم باید در چند درس تمرین کنیم، یاد بگیریم. بعضی میگن من یه روز دوست دارم بشینم مثلا شیمی بخونم، غلطه. بعد بخشای مختلف ذهن مخصوص مهارت‌های مختلفه. یعنی وقتی مثلا تمرینی میخونم، حفظی که میخونم تمرینی استراحت میکنه. و این بسیار مهمه. اصل 7 ترتیب مطالعه درساست. میگه آقا شما اولا بهتره حداکثر 2 تا 3 درس همجنس رو به صورت متوالی مطالعه کنی. یعنی دیگه مثلا 2 تا تمرینی باشه، بعد دیگه بره یه دونه خوندنی. اون درسایی که علاقه زیاد بهش داری هم بذار اول و آخر برنامه. اول برنامه با اشتیاق میری، آخر برنامه هم با اشتیاق جمع میکنی.
اینم اصل مهمیه. اصل 8 واحد زمانی مروره. میگه آخر هر روز یه نیم ساعت مرور برای خودت در نظر بگیر. 30 دقیقه مرور بذار هر روز. حالا اینکه چی مرور کنیم، چطوری مرور کنیم، از کجا مرور کنیم، اینا رو بعداً میگم. ولی میخوام بگم تو برنامه‌ریزی 30 دقیقه باید مرور بگذاریم و واقعی برنامه‌ریزی کنیم. یعنی مثلا وقتی که میخوایم برنامه‌ریزی کنیم فکر کنیم که مثلا من 2 میرسم خونه، 2 نمیتونم بخوابم، همونجا که نمیتونم بخوابم، پس مثلا 2 میخوابم. یا مثلا وقتی مثلا 1:04 بیدار میشم، همون موقع نمیتونم شروع کنم مطالعه کردن، 4 میتونم شروع کنم مطالعه. برنامه‌ریزی واقعی. و اصل 10، اصل آخر ورزشه که در یه برنامه‌ای هم قبلا گفتم، هر روز 30 دقیقه ورزش هوازی نیمه شدید که بسیار مهمه. یعنی اگر کسی ورزش هوازی نیمه شدید داشته باشه 30 دقیقه، این باعث ترشح هورمون‌هایی میشه که در آرامش، در نشاط، در یادگیری، در تمرکز، در علاقه‌مندی به درس، در همه چی تاثیر داره. من واقعا میگم اسمش معجزه ورزشه. من میخوام در برنامه بعدی در مورد گام‌های تنظیم برنامه درسی با هم صحبت کنیم. اما اینو بگم که این نکته هایی که بچه‌ها بهش اشاره کردم و نکته هایی که گفتم حتما میتونه در موفقیت شما خیلی خیلی تاثیر بذاره. بنابراین پیشنهاد میکنم و توصیه میکنم اینا رو خیلی جدی بگیرید و همینایی که در همین برنامه گفتم تا اینجا، اینا رو خیلی خوب بهش عمل کنید. تمام نکاتی که گفته شد و توصیه هایی که در این بخش شنیدید زمانی میتونه اثر بخش باشه که اون رو با سایر مهارت‌ها در کنار هم انجام بدین. مثل حرکت یک اتومبیل دیگه. یعنی ممکنه که شما خیلی موتور خوبی رو روی یک ماشین سوار کنید، اما بدنه و فرمون و گاز و کلاژ و ترمز و چرخ‌ها هم مهمه. یعنی یه موتور به تنهایی نمیتونه یا چرخ‌ها به تنهایی نمیتونن. به همین دلیله که شما باید مهارت‌هایی که برای موفقیت لازم هست رو یاد بگیرید و میگم که این مهارت‌ها رو خب بخشیشو در همین برنامه‌ها بهتون آموزش خواهیم داد و برای ادامه خواهم گفت که شما چگونه میتونید این مهارت‌ها رو در طول سال تحصیلی هم یاد بگیرید. اول یه مروری بکنیم که این مهارت‌ها در چه حوزه‌ایه. شما همتون باید یاد بگیرید چگونه انگیزه مطالعه کردن رو در خودتون ایجاد کنید و اونو حفظ کنید. چگونه بتونید انگیزه بگیرید، خوب درس بخونید، با اشتیاق درس بخونید. این فرمول داره. مثل همین توصیه‌هایی که در این بخش شنیدید، برای ایجاد انگیزه هم نکات و توصیه‌هایی هست که شما میتونید با خود انگیزی در خودتون انگیزه ایجاد کنید و خوب درس بخونید. دیگه یه وقتی نگید حسش نیست. همیشه با انرژی مطالعه کنید. این که چگونه برای خودم برنامه درسی روزانه و هفتگی تنظیم کنم. شما مهارت برنامه‌ریزی رو که یاد بگیرید، به سادگی میتونید برای خودتون یک برنامه بنویسید، مطمئن باشید که میتونید اون رو اجرا کنید و با روش صحیح مطالعه درس‌ها، پارادایم مطالعه هر درس یاد بگیرید که درس‌ها رو با کیفیت بالا و با بهترین روش مطالعه کنید، بهترین نتیجه رو بگیرید. چگونه تند بخوانیم؟ روش‌های علمی و دانشگاهی که سرعت مطالعه شما رو افزایش بده، کیفیت مطالعه‌تون رو هم ارتقا بده و خب میدونید این میتونه چه صرفه‌جویی ایجاد کنه. یعنی تکنیکایی وجود داره که میتونید سرعت مطالعه رو 3 تا 8 برابر با شبیه 5 دقیقه تمرین 3 هفته افزایش بدید. خواهم گفت که اینا رو کجا یاد خواهید گرفت. اینکه چگونه موقع مطالعه کردن تمرکز کنیم، دقتمون رو افزایش بدیم، در آزمون‌ها بی دقتی نکنیم، مطالعه‌مون با بالاترین کیفیت و با بالاترین تمرکز صورت بگیره. چگونه خلاصه نویسی کنیم و چگونه مرور کنیم. اگه امروز مطلبی رو مطالعه کردیم، در چه بازه‌های زمانی باید اون رو مرور کنیم؟ خب اگر زودتر از بازه‌های زمانی استاندارد مرور کنیم فراموش نکردیم ولی بیفایده است و زمان اضافه است. اگر دیرتر مرور کنیم خب فراموش کردیم. میخوام بگم اینا نکته هایی که رتبه های برتر انجام دادن. ولی تحقیقات میگه درس رو خیلی ها میخونن. خیلی از افرادی که رتبهشون 40,000 میشه، 50,000 میشه، 100,000 میشه،
بعداً اذعان میکنن. شما هم حتما بین دوستان و اقوام و آشنایان میشناسید کسایی که زیاد درس خوندن اما رتبه خوبی به دست نیاوردن. خب رتبه‌های برتر این کارا رو انجام دادن، همینطور که در گفتگوهای این برنامه‌ها هم می‌بینید که تونستن به هدفشون دست پیدا کنن. اینکه چگونه آزمون رو تحلیل کنیم. تحلیل آزمون فقط دیدن سوال و دیدن پاسخ و تشریح و یاد گرفتنش نیست، یه ارزیابی برای پیشرفت. یعنی اگه شما تحلیل آزمون رو درست انجام بدید، باید هر آزمون 10% پیشرفت بکنید، 5% پیشرفت بکنید که اگر درست این کار رو یاد بگیرید این شدنیه. اینکه چگونه در جلسه امتحان و در جلسه در واقع امتحانات تستی و امتحانات تشریحی چگونه زمانم رو مدیریت کنم، ذهنم رو مدیریت کنم، تمرکز کنم، اجازه ندم حضور دیگران تمرکز منو از بین ببرن، حتی چگونه استراحت کنم در طول شب و در ظهرها اگر میخوابم که بیشترین میزان انرژی رو دریافت بکنم. در دوره نوروز چیکار کنم، اردیبهشت چیکار کنم، خرداد چیکار کنم، چطور آرامش رو در خودم ایجاد و حفظ کنم، بر وسواس مطالعاتیم چگونه غلبه کنم، چگونه اهمال کاری نکنم و در واقع برنامه‌مو به تعویق نندازم. نگم میخوام ساعت 2 شروع کنم بعد 5 دقیقه به 2 بگم هنوز 2 نشده، 2 و 5 دقیقه بگم از رأس شروع میکنم الان که دیگه 2 گذشت. همه اینها رو در واقع من به شما در طرح مشاوره سالیانه آموزش میدم. این طرح در مدرسه مجازی آینو ارائه میشه و اگر شما میخواید از این طرح استفاده کنید کافیه به آیدی که زیرنویس میشه پیام بدید، کلمه مشاوره رو ارسال کنید و به شما خواهیم گفت که با استفاده از این طرح شما هم میتونید یکی از رتبه‌های برتر باشید. طرح خیلی ساده است. اولا طرح آنلاینه، یعنی شما از هر نقطه از ایران میتونید از این طرح استفاده کنید. خب مزایایی داره، اولا صرفه‌جویی در زمان داره، دیگه رفت آمد نداره، امکان مشاهده مجدد جلسات داره، استمرار داره، والدین هم میتونن در جلسه شرکت کنن و هم فردی است و هم گروهی. خدمات در واقع بچه اگر فول صفحه رو بدید، خدمات در واقع بر اساس این 7 خدمت برای دانش آموزان که اسمش طرح تیک آف کامبکه. یعنی شما میتونید اوج بگیرید و کامبک کنید و به درس خوندن برگردید. ببینید خدمات چیه؟ اولا یک جلسه تریاژ خواهید داشت. در جلسه تریاژ وضعیت شما ارزیابی میشه. یک جلسه است به صورت آنلاین با مشاور ارشد. فرایند درمان تحصیلی شما آغاز میشه، یک سنجش همه جانبه است برای تعیین مسیر. یک جلسه فردی به صورت آنلاین و تصویری. بعد در کارگاه‌های تحصیلی انگیزشی که من برگزار میکنم برای دانش آموزان پایه 12 هر 2 هفته یک بار، برای دانش آموزان 10 و 11 ماهی یک بار، یعنی میشه 8 تا تقریبا در طول سال تحصیلی. کاری که در واقع در این قسمت بچه‌ها برای شما انجام میدیم اینه که تمام آنچه که من به شما گفتم رو در این کارگاه‌های تحصیلی انگیزشی وبینارها به شما آموزش خواهیم داد به همراه یک سری بسته‌های مشاوره. کیت درمان اختصاصیه. میخوام بسته‌ها رو نشونتون بدم، نگاه کنید لطفاً. ببینید بسته‌های مشاوره‌ای در واقع وقتی مثلا من خلاصه نویسی رو به شما آموزش میدم، نمونه خلاصه نویسی رتبه‌های برتر رو دریافت میکنید. یا بعد از اینکه مرور و فواصل زمانی مرور رو یاد دادم، یک بسته برای اینکه 6 تا 10 بار درس‌ها رو در طول سال مرور کنید در اختیار شما قرار میگیره. بعضی از اینا فیزیکاله، مثل همین بسته مشاوره که دیدین مرور، بعضیاش دیجیتاله، مثلا برای تندخوانی و تمرکز دفترچه راهنمای تمرینات وجود داره، یا مثلا برای تستنی به شیوه زماندار. ببینید نکاتی که در واقع الان بهتون آموزش میخوام بدم، نکتهش اینه که اینا رو شما اسمشو شنیدید. مثلا همین تست زماندار، خیلیاتون فکر میکنید خب این که دیگه آموزش نمیخواد، این که دیگه مشاوره نمیخواد، من زمان میگیرم و تست میزنم یا تمرین حل میکنم. در حالی که بچه‌ها تستنی به شیوه زماندار باید در هر نوبت حداقل در 3 درس، فقط در 3 درس و در هر درس در 3 نوبت باشه، در 3 مبحث باشه در هر نوبتش. یعنی اگر داریم الان تمرین زماندار تشریحی یا تمرین تستی زماندار حل میکنیم، باید 3 درس باشه، نه 2 درس، نه 1 درس، نه 4 درس. مثلا باشه ادبیات، حالا کاری ندارم در کنکور میاد یا نه، خب تشریحی، ادبیات، فیزیک، شیمی مثلا، یا
عربی، روانشناسی، اقتصاد مثلا، یا زیست، فیزیک، مثلا ریاضی. هر درس هم باید دقیقاً 3 مبحث باشه. اگه غیر از این باشه اون سیمولیشن و سویچینگ های ذهنی که میخوایم اتفاق نمیفته. میخوام بگم خیلیاتون میگید ما درس میخونیم ولی به اندازه‌ای که میخوایم پیشرفت نمیکنیم. خب این دلیلشه دیگه. یعنی دلیلش اینه که شما فکر میکنید اینا رو بلدم. مثلا برنامه‌ریزی درسی جدولیه که از این ساعت تا این ساعت چقدر درس بخونم، از این ساعت، در حالی که این برنامه‌ریزی نیست. همونطور که تحلیل آزمون، یعنی وقتی من به شما یک فرم تحلیل آزمون میدم و در واقع روش تحلیل آزمون رو به شما آموزش میدم، شما میبینید آها اون کاری که میکردید فقط این بوده که میرفتید سوال رو یاد میگرفتید، در حالی که تحلیل آزمون یک فرایند کاملا متفاوته که باعث میشه شما پیشرفت بکنید. این که من شما در امتحانات نهایی چگونه درس بخونید و بتونید 20 بگیرید، این که مثلا با نوروز در دوره مطالعاتی نوروز چگونه درس بخونید یا مثلا در اردیبهشت ماه چگونه مطالعه کنید، کاملا اینا با هم متفاوته. یا اینکه مثلا در دوره جمع‌بندی پایانی چگونه در واقع مطالعه کنید، درس‌ها رو بتونید 6 تا 10 بار دوره کنید. میخوام بگم اینا در کنار بسته‌های مشاوره این وبینارهای تحصیلی انگیزشی معنا پیدا میکنه. بریم بچه‌ها روی فول صفحه لطفاً. و با ویزیت‌های ساختار یافته جلسه مشاوره فردی هم خواهید داشت. یعنی هم شما میتونید با من جلسه فردی داشته باشین، هم با مشاوران همراه. با من در صورتی که نیاز بشه، ولی مشاوران همراه که رتبه‌های برتر کنکورهای سالهای قبلن، همکاران من هستند و ترین شدن، آموزش دیدن، مشاور شدن، اینها برای شما منظم جلسه برگزار میکنن. هر 2 هفته بار 45 تا 60 دقیقه تصویری، 2 هفته بار 10 تا 15 دقیقه تلفنی. چی کار میکنن؟ پیشرفت شما رو بررسی میکنن، یک برنامه اختصاصی کاستومایز شده به شما میدن، بازخورد رو بررسی میکنن، شرایط شما رو بررسی میکنن، برنامه‌تون رو اصلاح میکنن و هر آنچه که لازم باشه در اختیار شما قرار میدن. یعنی اینکه هم شما میتونید با من جلسه فردی داشته باشین و اون در صورت نیازه. ممکنه خودتون تقاضا بدید، ممکنه مشاورتون تشخیص بده، والد در واقع درخواست بده، یا من با بررسی در واقع شرایط اینو تشخیص بدم. ولی مشاورای همراه که رتبه برتر بودن، خودشون داوطلب ما بودن قبلا، شما هم بعدا میتونید در این طرح در واقع شرکت کنید، مشاور همراه باشین. باید 2 سال آموزش ببینید، 2 سال آموزشی ببینید که در واقع تبدیل به یک مشاور واقعی بشید. من تمام مباحث روانشناسی و مشاوره‌ای که لازم هست رو آموزش میدم و در کنار این جلسات که برنامه شما ارزیابی میشه، برای هفته بعد برنامه‌ریزی میشه، برنامه کاستومایز شده متناسب با برنامه مدرسه. یعنی فکر نکنید که این برنامه متفاوته با برنامه ما، بر اساس برنامه مدرسه به شما برنامه میدیم. تکرار میکنم، اگر میخواید از این طرح هم استفاده کنید، کافیه به آیدی که میبینید کلمه مشاوره رو ارسال بکنید، همکارانم با شما هماهنگ میکنن. خب بریم رو تصویر دوباره. از شما آزمون هم میگیریم، اسمشو گذاشتیم تصویر برداری های پیشرفته، ارزیابی های ماهانه به صورت آنلاین از مباحثی که خودتون مطالعه میکنید. خیلی وقتا شما میگید آزمایشی که من میدم با مباحثی که در واقع از من امتحان میگیرن، مباحثی که در مدرسه میخونم فرق میکنه با هم دیگه. اینجا دیگه ارزیابی واقعی میشه و مشاور از شما آزمون میگیره بر اساس برنامه‌ای که برنامه مدرسه است و مشاور برای شما تنظیم کرده در یک پلتفرم آنلاینی کاملا شخصی سازی شده. حالا دیگه برنامه غذایی و برنامه در واقع ورزشی هم به شما خواهیم داد. برای والدین هم خدماتی داریم. اولا اون تماس‌های تلفنی 1 هفته در میون 10 تا 15 دقیقه که گرفته میشه، مشاور با والدین هم صحبت میکنه، یعنی گزارش میده، گزارش میگیره، هم در واقع انتقال اطلاعات میکنه، وضعیت پیشرفت رو میگه، هشدارهای روانشناختی رو میگه، توصیه‌های حمایتی رو میگه، اینجا لازمه کتاب بخری، اینجا لازم معلم بگیری. و منم برای خانواده‌ها جلسات آموزش خانواده آنلاین فرزندپروری دارم که در واقع ماهی 1 باره. این طرح شماره 1 مونه، طرح تیک آف کامبک. ببینید یعنی طرح تیک آف کامبک، بیایم رو من لطفاً. طرح تیک آف کامبک یعنی اینکه شما لازم نیست مسیر طولانی برید برای پیشرفت. همین کارهایی که من میگم انجام بدین، اوج میگیرین، مثلا هواپیما تیک آف میکنید و کامبک داره، یعنی برمیگردید به بازی. مهم نیست کجای بازی باشید، میتونید برگردید و برنده بشید و پیروز بشید. این طرح شماره 1. طرح شماره 2 یکم سبکتره، شهریه‌اش هم ارزانتره و طرح اینه:
بریم رو تصویر لطفاً ببینید. بچه‌ها اینجا دیگه وبینارها در واقع ماهی یک بار میشه تعداد، ولی همون نکات آموزش داده میشه. جلسه تریاج برگزار میشه همون ابتدا. ویزیت‌های ساختار یافته و میکرو ویزیت داریم. اینجا دیگه ویزیت‌های ساختار یافته به جای جلسه در واقع تصویری 45 تا 60 دقیقه میشه 20 تا 30 دقیقه تلفنی. بعد اون پیگیری هم میشه 5 دقیقه تلفنی. یکم در واقع و یک سری هم گزارش‌های روزانه از شما گرفته میشه در هر دو طرح. ببینید یعنی مشاوران این امکان رو در اختیار شما قرار میدن که روزانه بهشون گزارش بدید و بر اساس این گزارش‌ها عملکرد شما رو بررسی میکنن. پس دو تا طرح وجود داره. طرح اول که در واقع مفصل‌تره، طرح دوم کمی سبک‌تره. شما متناسب با نیازتون باید انتخاب بکنید. برای هر دو هم کافیه به آیدی زیر که زیرنویس میشه کلمه مشاوره رو پیام بکنید. در کنار همه اینها توصیه میکنم از کلاس‌های مجازی آینو، یعنی کلاس‌های مدرسه مجازی آینو هم استفاده کنید. این کلاس‌ها هم در دوره دبستانه که در دوره دبستان معلمای برتر اومدن با روش تدریس متناسب با سن کودکان به صورت عروسکی و نمایشی اینا با کیفیت ترین در واقع ویدیوها رو برای پایه اول تا ششم به همراه جزوه درسی و ویدیوهای حل تمرین، اگه بریم رو تصویر اصلی، با در واقع حل تمرین و ویدیوهای برای آمادگی آزمون تیزهوشان. یه دسترسی به پنل آزمون ساز هم دارید که 500,000 سوال داره که میتونید در واقع از اون استفاده بکنید و آزمون تثبیت بعد از هر ویدیو رو که دیدین میتونید کویز سریع بگیرین تطبیقی با بازخورد فوری. برای دانش آموزان متوسطه اول هم همینطور ویدیوهایی با کیفیت بالا درس به درس به همراه جزوه‌اش، به همراه در واقع ویدیوهای حل تمرین و ویدیوهایی برای دوباره آزمون تیزهوشان و دسترسی به پنل 500,000 تایی در واقع سوال با آزمون‌های تثبیت. همینطور برای دانش آموزان متوسطه دوم که اساتید برتر اومدن با یک روش تدریس اختصاصی درس‌ها رو آموزش دادن و باز با ویدیوهای بسیار با کیفیت و دسترسی به پنل‌ها، و همینطور برای داوطلبان آزمون سراسری و کنکور در هر سرشته تجربی ریاضی انسانی نکته است که میتونه به موفقیت شما کمک بکنه. این نکاتی که بچه‌ها اومدیم رو بچه‌ها این نکاتی که در واقع توضیح دادم در واقع این دو تا طرح مشاوره سالیانه و طرح کلاس‌های مدرسه مجازی آینو، اینا حتما میتونه به شما خیلی کمک بکنه. اگر میخواید از طرح مدرسه مجازی آینو هم استفاده کنید میتونید باز با آیدی زیر کلمه آینو رو ارسال بکنید و از این طرح فوق‌العاده هم استفاده بکنید. هم طرح مشاوره هم طرح مدرسه مجازی با شهریه مناسبی در نظر گرفته شده که همه شما بتونید در سراسر کشور از این طرح‌های فوق‌العاده استفاده کنید. بدون رتبه‌های برتر این کارا رو کردن که موفق شدن. یعنی برای موفقیت فقط درس خوندن کافی نیست. بریم با هم دیگه ادامه مصاحبه و گفتگوی در واقع جذاب و فوق‌العاده‌مون رو ببینیم. قسمت دومش خیلی جذاب‌تر از قسمت اوله. هم نکته‌های خیلی کاربردی یاد می‌گیرید، در واقع هم در واقع اتفاق‌هایی رو می‌بینید که خیلی تعجب‌آور و شوکه‌آور و جذابه. بریم با هم دیگه یک آیتم کوچولو ببینیم، یک میان برنامه، و بعد بریم سراغ بخش دوم گفتگو. چون کار تصویر و صدا سیما من زیاد میکنم رادیو، همیشه تو استودیو میرم موبایلمو بلافاصله میذارم. به یه دوستتون زنگ بزنید بگید که منو کلانتری شهرک گرفتن، دستبند زدن، دستگیرم کردن، باید 200 میلیون تومان پول بیاری همین الان اینجا تا من نجات آزاد کنی و الا من بازداشت میمونم امشب. ببینیم به دوستی که فکر میکنید میده بهتون دیگه. دوست محمد 8 شون حالا بزنید در ماشیناتون معلوم بود که بالاخره دوستای پولدار زیاد دارین. بزنید آقا. شما اول بزن آقای نورانی. من خب بهتر دوستم همسرم یه همچین زنگ بهش بزنم سکته میکنم من بخوام. بذار ایشون زد. بلند کن صدا رو بگیدم.
الو سلام عزیزم. سلام، چطور که خوبی؟ خسته نباشی قربونت. آقا یه مشکلی برای من پیش اومده. جان چی شد خیر ایشالله؟ نه کلانتری شرک قبل من گرفتن. چرا؟ حالا دیگه مسئله سوء تفاهمی. یه 200 دستبندم زدن شب میخوان نگردن. 200 میلیون میخوان که ما رو امشب آزاد کنن. میتونی برسونی خودتو؟ آره چی شده؟ میتونی توضیح بدی چی شده؟ جان بعدم میگم بیا اینجا. من الان دستبند هستم نمیتونم پیدا کنم. باش کلانتری شرکت؟ آره کسی میدونه یا کسی نمیدونه؟ فقط منم. 200 میلیون با خود نه هیچکی نمیدونه. گفتم به تو بگم. چجوری میتونی بیاری؟ $؟ میتونی بیاری اونجا بدی بکارش بکنیم یا نه نقدی میتونی بیاری؟ میتونی تبدیل کنی بیاری؟ خب چی شده؟ سند میخوای بیارم؟ نقد واسه چی نه میخواد؟ نقد میخواد. شما $؟ بیار حالا یه جوری چنجش میکنیم بکارش میکنیم اونجا. خب داخل کلانتری باشه میام. خداحافظ. گوشی آقا سلام. سلام، حالتون خوبه؟ مخلصم. آقا اگه زحمتی نیست یه 200 تومن به ما بدین. حالا که خلاصه انقدر دستمالتون بازه. من پور دستمالچی هم مشاورم، ما داریم ضبط میگیریم. یه چالش بود آقای شرافتی، حالش خیلی خوبه و اینجاست و بابا سکته کردم. بابا علی جان من مقصر نیستم. آره یه چالش بود، هیچ اتفاقی نیفتاده، حالش هم خوبه. ولی اگه اینقدر وضعیتون خوبه 100 تومن. آقا نورانی چقدر میخوای شما؟ من یه 200 تومنم 200 بزنه من. خیال به خدا قلبم داره تون میزنه. آقا ببخشید. آره خیلی مخلصیم. ولی چقدر باحال که اینقدر رفیقای خوبی هستید. دمتون گرم. آقا ارادت دارم. یه پروپانانول برید بخورید. خداحافظ. قربون شما. خداحافظ. علی جان دمت گرم. ببخشید. آقا نورانی بزن. بابا به کی زنگ می‌زنم؟ به یه رفیقای دوستت ما بزن همه دیگه. احساسی ان. یه چیزشون میشه. چی نمیشه بخدا. میشه من به همین دوست ایشون زنگ بزنم؟ یه دقیقه. خیلی خوب بود. آره، آقا بزن. بکن به جونه. نه باید جانه. بزنید. به خدا نمیشه بابا اصلا. به کی بزنم؟ به هر کی. خیلی کار سختیه. نه بزنید. چی میشه؟ دوستای ما بیچاره بنده خدا. آره خیلی خوب بود. فکر نمی‌کردم اینقدر راحت. بعد بهش گفت $. بیار. گفت میارم. آره. تو کارتش هم داره اسپیکر. آره من دوستی اینجوری بابا اینقدر پول داره رفیق اینو با ما هم رفیق بگو تو 100 شماره‌شو میلیون. بگو بده. 100 میلیون اب نداره. شما رفیقت میگه بگو 100 میلیون. ببینم یه لحظه پیدا. بنده داری خدا هر می‌گردی؟ کدوم هر کدوم میبینم اینا اینقدر سفلی‌ها بیشتر. آقا تا داری الان می‌گردی. بگم یه چیزی گرفتارم میشه میگه شما نداری. تعریف کن. جو کوتاه بلند. آره کوتاه. بگرد شما. بزنم. دو تا هواپیما با هم ازدواج میکنن، بچه دار نمیشن. یه هواپیما به فروندی میگیرن. یه هواپیما به فروندی میگیرن. فروندی. باید شماره شما هم بگو. بابا ما جوکایی که بلدیم هیچ کدوم. حالا بگو ما کلشو بوق میذاریم. اعتماد نمیکنم ولی این جوکای اینجوری بگم چی بگم. بابا نه جوک. یه روز آقای چیز بیمو کچل میره سلمونی، بعد همه چپ چپ نگاه میکنم بگم چی بابا بعدم اینجا آب بخورم. خوب بود. آقا بزنم. بزن خدایا. چی بگم؟ منو کلانتری استرسی که ایشون داشت من نگران شدم. آره من خودم فکر کنم واقعا گرفتن. آره کلانتری شهر گرفتن. درود بر شما حسین جان، خوبی؟ قربون شما. حسین جان یه چیزی میگم بین خودمون بمونه. الان میتونی یه کاری برای من بکنی؟ چی داداش؟ حسین جان من کلانتری شهرک گرفته، بعد اینجا پول کلانتری شهرک‌تر اینجا پول میخوان، میگن یه دستبندم زدن. بعد برای چی؟ حالا بعدا بهت میگم موضوع. اینا 100 تومن پول میخوان، میگن باید پول برداری بیاری اینجا. من الان اصلا نمیدونم چیکار بکنم. تو میتونی الان یه کاری بکنی برام؟ بگو. آره فدات بشم. لازمه بیام خودمم؟ آره فکر کنم باید بیای. بگو کجاست دقیقاً؟ کلانتری شهرک‌تر؟ آره 100 تومن رو میتونی آماده کنی؟ آره شماره بفرست. خودم الان میام. یه لحظه گوشی حسین جان. حسین آقا سلام، خوبین؟ سلام داداش. آقا منم یه شماره کارت میدم، یه 100 تومنم برای من بزنید لطفا. سوال خودمون داریم میلرزیم. من پول دستمالچی هم مشاورم. آقای نورانی داریم با هم ضبط میگیریم. یه چالش بود اصلا. آقای نورانی حالش خوبه.
هیچ مشکلی هم نداره. نگرانمون کردیم بابا. نه همه چی خوبه، هیچ مشکلی. فقط یه دست بالتون بازی 100 تومن هم برای من بزنید. من الان میدم شماره شبا اس ام اس آقا ما میکنم. دست بزنیم برای آره چقدر رفیقای باحالی دارید همتون، دمتون گرم. آقا خیلی ممنون. دستور بده ما سینه‌خیز میایم. خیلی نه سینه‌خیزی نه نمیخواد، اما 100 تومن بزنید کافیه. آقا خیلی ممنونم ازتون، دمتون گرم. مرسی قربون شما. قربون شما، خداحافظ. حسین جان ببخشید من شرمندم، به خدا ما رو توی موقع آقا الهی فضای خیلی شب، خوب. من بعد از شب بهت زنگ میزنم قربونت. آقا چجوری هم تستی بخونن هم بعد تشریحی؟ از شب قربونت خدا. خوشبختانه الان دیگه کنکور از حالت 2 مرحله در اومده، تک مرحله نه منظورم اینه که هم تستی بخونن برای کنکور هم تشریحی برای امتحان نهایی. چطوری این دوتا رو بالانس کنن بخونن؟ ببینید چارچوب کتاب رو برای تشریحی بخونن دیگه، این چیزی که مشخصه. تمرینای کتاب، کار در کلاس‌ها و مثالا، تو همون صحبت قبلم من گفتم این کار کتاب براشون جمع میکنه. حتی به نظر من برای تشریح کتاب کمک آموزشی هم نیازی ندارن، چون ریاضی فقط چارچوب کتابه. بله. کتاب جمع شد دیگه کتاب تست بزنه دیگه. آها. یعنی واقعا تو ریاضی هم تستی خوندن نافیه هم نیست اصلا. خیلی فرق نمیکنه. ما خیلی وقتا میگیم آقا این تست در سطح کتاب گزینه‌اش از خود میشه تشریحی. دقیقاً. فقط یه سری تست از سطح بالاتری که خوشبختانه تمام کتاب موجود در بازار سطح بندی کردن. حالا 3 سطحی داریم، نمیدونم کتابای حالا اسم نمیخوام ببرم، کاملا با علامتایی که کنار شماره سوال گذاشتن گفتن این سوال استاندارد سطح کتاب درسیه، این تست بالاتر از سطح کتابه، بدون گزینه میشه اون تشریحی. اصلا هیچ تفکیکی بین اینها نمیشه به اون شکل قائل شد. فقط تستی خوندن تو زمان حل کردن، یعنی باید اینا مدیریت زمان و تست زماندار زدن و انجام بدن. اوکیه دیگه. آقا شما چطوری هم تستی و هم تشریح مدیریت کنن؟ ببینید اول در مورد مثلا علوم فنون اول باید تشریحاشون رو خوب بکنن، یعنی کسی تا تشریحی نفهمه امکان اینکه وارد تست بشه نداره، مگر اینکه دیگه بخواد الکی تست بزنه. اول باید روی بحث تشریح، مثلا مثل تاریخ ادبیات تشریح خوندنش مساوی با همون حل بتونه حل تست هم بکنه، اگرچه تو تست خب خیلی ریزه‌کاری‌های عجیب غریبی بعضی موقع پیش میارن. یعنی مثلا میگه این اثر مثلا در وصف حضرت محمد و حضرت علی، تو گزینه طولانی میذاره تهش رو میذاره حضرت محمد و امامان. بله. این دانش آموز باید در این حد حواسش به همه چیز باشه، ولی اول باید تشریحی کار بکنه و بعد در کنارش حتما تست. من پیشنهادم اینه که در تاریخ ادبیات اول سوال‌ها، حالا چه کتاب تست، حتما از کتاب‌های تست استفاده کنن. قبل از اینکه بخونن اول سوالا رو بخونن، بعد شروع کنن به خوندنش، بعد وارد شن تو تست زدن. در مورد عرض قافیه هم که اون تمرین تو امان میخواد دیگه، باید حتما هم بلد باشن بنویسن، هم بتونن با رد گزینه‌ها برن جلو. آقا کنکور و امتحان نهایی در سال‌های اخیر در درس شما تغییراتی داشته که بچه‌ها لازمه بدونن؟ بله 1400 دقیقه بسیار سخت شده، اصلا تیم طراح عوض شده. نهایی که نه، نهایی چارچوب کتابه، ولی کنکور بسیار سخت شده که میانگین رتبه‌های برتر 2 رقمی اومده به 60% رسیده. یعنی در حد انگشتان 2 دست حل تمرینه. بله بالای 70 دیگه واقعا حل تمرینه. زدنش سخت شده. قدیما 10 نفر صد می‌زدن، الان بسیار دشوار شده. درس شما؟ بله خب اونم همینطور، نهایی فارسی و علوم فنون. صدا چکش بگو نزنه یه دقیقه ضبط. خب بگید نهایی شما داری حرف فارسی نارنگی می‌خوری که چکش می‌زنی. خب همش به شما که میرسه. دیدن مظلوم فارسی درس مظلومیه. ببین نهایی فارسی و کنکور دیگه، کنکورش، حالا فارسی که نهایی کنکور دیگه نداره و علوم فنون آره همیشه اصلا این طبیعیه دیگه. ما هر سالی که درباره کنکور حرف میزنیم میگیم امسال، یا در مورد نهایی حرف میزنیم میگیم امسال از سال پیش سخت‌تر. و الان اگه بسته بندی بکنیم هر 5 سال یه بار بخوایم بگیم یه بسته است، مثلا سوالای 5 سال پیش که ما 5 سال پیش میگفتیم خیلی سخت بود، الان نگاه می‌کنیم می‌بینیم چقدر مسخره بود، اینا چقدر راحت بودن. سوال کنکور مثلا 10 سال پیش چقدر راحت بوده، ولی تو اون بازه زمان خودش سخت بوده. و به این خاطری که هر سال طراح میان کتاب یه چیز ثابته، باید حالا هی اونو بازی بدن و هی وارد یه زوایا جدیدی از این مباحث میشن که خب کار رو سخت‌تر میکنه. بسیار عالی، خیلی ممنون. آقا برای پایان چند تا کلمه بپرسم اینم بلدی. سوبر یعنی چی؟ بچه نسل جدید میگن سوبر. نه سوبر نه سوبر. من 2 بار گفتم. سوبر یعنی چی؟ فکر کنم این بچه‌های خیلی یوبسون میگن پاستوریزه. آره. نوب یعنی چی؟ شما بالاخره با بچه‌ها کار میکنید دیگه، نوب هم نمیدونید.
شنیدم نوب یعنی مثلا کسی که ضعیفه، ضعیف مثلا. بعد مثلا سیمپ یعنی چی؟ خیلی سخت. چند توش که بلدیم بگو. سیمپ نباش. آخه مثلا من همه یعنی به خودت احترام. سیمپ یعنی مثلا ظاهر برای جلب توجه دیگران مثلا یه کارایی میکنه. خب یه چیزی که بلدید بپرسم باش. این اصطلاحای اینا رو بلدم. مداقه. شما جواب نده اینا رو. مداقه. شما بگید دیگه. نه شما جواب درست کنید. ایشون نمیدونه. مداقه. نمیدونم بعد نگاه کنم. واقعا نمیدونی؟ یعنی بررسی دقیق و موشکافانه. استفسار. منم نمیدونم، ما دارم میبینم دارم میفهم. پرسش یا درخواست توضیح. رساله در آره. میگن استفسارات مثلا مربوط به رساله. مستمسک. تو زندگی مستمسک. خب یعنی فکر کنم فقیر و بیچاره. نه یعنی بهانه یا دلیل. یعنی بهانه یا دلیل و اینا. دیگه مثلا چی بگم؟ مستشعر. چی؟ مستشعر. ار با این؟ با اینه بله. نشه آگاه یا حساس به موضوع. اینا هم که شعره میاد احتمالاً آره دیگه. آره. کسی اینا رو میدونسته؟ والا نمیدونم. اینا رو مطالعه علمیه باید بپرسی. بعضی‌ها میدونستن. آقا ما افتادیم دیگه. پایتخت تونس. نیکوزیا؟ نه تونس. خود تونس. آره. آقا شما هر کدوم بگین دیگه. پایتخت رومانی. بخارست. ایشون گفتاری کرده. پایتخت بورکینافاسو. اصلا بورکینافاسو کشوره خودش. من فکر می‌کردم خودش شهر باشه. واگادوگوه پایتختش. پایتخت بلغارستان. صوفیه. آفرین. پایتخت تاجیکستان. دوشنبه. شما نمیدونستی دوشنبه است؟ داشتم کره جنوبی. سئول. بعد تایلند. بانکوک. چرا انقدر زود گفتی شما؟ بغل آنتالیا باشه بالاخره نباید تایلند. من می‌خواستم بگم پاتایاز پایتخت دلهاست. آقا خیلی ممنونم. دمتون گرم. خیلی خوش گذشت. ممنون شما که لطف کردید. خیلی ممنون. بچه‌ها یه آیتم رو میان برنامه کوچولو ببینید و بعد دوباره برنامه رو ادامه میدیم. خیلی هم ممنون. خیلی زحمت کشیدین و استفاده کردین. تشکر. البته این استرس چالشه من هنوزم فهمیدم که من اصلا نمیتونم ادای خلافم در آوردم استرس گرفتم. زنگ بزنید جمعش کنید. آره خیلی ممنونم. دمتون گرم. تشکر. زنده باد. امیدوارم از دیدن برنامه امروز هم لذت برده باشید و هم بهره کافی رو برده باشید. مطمئنم که انجام دادن این کارها که رتبه‌های برتر گفتن، معلم‌ها گفتن، من گفتم، میتونه به شما کمک کنه برای اینکه بیشتر به سمت اهدافتون با قدرت بیشتر به سمت آرزوهاتون حرکت کنید و به اونها نزدیکتر بشید و دست پیدا کنید. حتما برنامه‌های بعدی ما رو طبق زیرنویس‌هایی که بهتون اعلام می‌کنیم مشاهده کنید. یادتون نره که برنامه ما هم برای دهمی هست، هم 11می، هم 12می ها، هم حتی متوسط اولی ها برای موفقیت تو امتحانات و امتحانات نهایی و آزمون سراسری. این برنامه توسط مؤسسه آینو، مدرسه مجازی آینو برگزار میشه که یک مدرسه مجازی است با ویدیوهای آموزشی آفلاین در همه درس‌ها فوق‌العاده درجه 1 با کیفیت که تدریسش توسط دبیران مطرح انجام شده و حتما اگر شما ثبت نام کنید و از این کلاس‌ها استفاده کنید میتونه به شما خیلی کمک کنه. 2 تا نکته رو میخوام یادآوری کنم دوباره. یکی این که اگر میخواید با رتبه‌های برتر در ارتباط باشید از طریق زیرنویس میتونید پیام ارسال کنید، نام خانوادگی و تلفنتون ارسال کنید. سوالاتی که معلم‌ها
ترک کرده رو هم میتونید گزینه درست رو به همراه نام و نام خانوادگی و تلفن ارسال کنید. به شما پاسخ در واقع اگر درست باشه به قید قرعه خواهیم داد و جوایزی هم به شما داده خواهد شد. گفتم یک بارم در بخش مشاوره که اگر میخواید با من هم مشاوره داشته باشید میتونید چه از طریق سایت اقدام به ثبت نام بکنید یا میتونید کلمه مشاوره رو از طریق زیرنویس ارسال کنید. امیدوارم پر انرژی و پر قدرت درس بخونید، به خدا توکل کنید و مطمئن باشید که داشته های شما و ثروت های شما اونقدر زیاده که میتونه به تنهایی باعث بشه که شما دنیا رو فتح کنید. پروازتان بلند و مداوم تا برنامه بعدی. خدا نگهدار.